بسم الله الرحمن الرحیم. دشمنان ما می‌دانند ادامه جنگ یعنی ویرانه دیگری بر روی پایگاه‌های ویرانه‌شان که قابل بازسازی نخواهد بود. نهال انقلاب اسلامی به درختی تنومند و ریشه‌دار و غیر قابل شکست تبدیل شده است. داغداریم اما خسته نیستیم. داغ‌های ما موتور محرک ما برای کوبیدن شماست. در ادامه سیر برتری ملت و نیروهای مسلح کشورمان اجازه باز تولید زهرتان را نخواهیم داد. راه شکست شما را یاد گرفته ایم و آن مقاومت است. تغییر موازنه قدرت که از مدتها قبل رخ داده حالا صدایش در قالب آژیر مرگ به گوشتان میرسد. این جنگ تا مادامی که گزینه تعرض به این خاک از دستور کار و راهبرد جنایتکاران حذف شود ادامه خواهد داشت. در اندخوهای کودک کش بیقانون بیمرز که جنایت و ظلم عادت همیشگی آنها شده باید بفهمند، اما این نادانها هرگز نفهمیدند که مدام در هر نبرد چرا مفتضحانه شکست میخورند. اجرای بی‌نقص و بی سابقه اقدامات آفندی و پدافندی ما دست بلند ایران در آسمان نفوذپذیر دشمن را عیان کرده است و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم.